پرسیدن که برای جلوگیری از ریزش مو چه کار کنیم. من باز حالا بحث رو دو شاخش میکنم. کسایی که میخوان تقویت کنن موی خود، موی داشتهشون رو تقویت بکنن. دو کسانی که میخوان حالا این موی سرشون ریخته و انتخابشون این نیست و میخوان که سرشون مو در بیاره. ریزش ببینید دو نوع ریزش. یه نوع ریزش گرم است که ریزش سر منه. این حد چقدر سطح صفرا در بدن افزایش پیدا کرد ریزش بیشتر میشه. از سن 21 سالگی شروع میشه تا 28 سالگی. اگر صفرا بیشتر باشه موی جلوی سر میریزه، اگر دم وسط سر میریزه. خب این ریزش رو با سرد کردن سر جلوگیری میکنن. مثلا با حجامت عام، با حجامت سر میشه جلوگیری کرد. اما ریزش سرد که مو کم پشت میشه، خب این ریزش سرده که با افزایش قوت بدن باید ریزش رو جلوگیری. مثل از خوردن بادام شروع میشه تا روغن مالی سیاه‌تونه روی سر که معمولا دیگه جلوی سر روغن مالی میشه. این که این ریزش در مردان وجود داره، در زنان بیشتره ریزش موی سرد بهش میگه. مثلا هرگاه کاهش قوت پیدا کردن، مثلا زنی که شیرده هست، مادری که شیرده هست، میگن اصطلاحا میگن وقتی که بچه مادرش رو میشناسه موهاش میریزه. چرا؟ به خاطر اینکه قوتش بیشتر میشه. 2 سال بچه 2 سال نزدیک 2 سالگی شیر بیشتری میشه که ضعف بیشتری پدید میاره، پس برابر ریزش اون پدید میاره. این ریزش ها ریزش سرد با قوت بخش ها، خوردن قوت بخش ها بهبود پیدا میکنه. موضعیش هم گفتم روغن سیاه‌تونه و روغن کنجد میتونن این کمک رو بکن. یک ریزش مو هست، ریزش مو سکه‌ایه. عصبی میشن مثلا؟ بله، ریزش مو سکه‌ای گفته میشه آلوپسی آراتا، آلوپسی منتشر که کل سر، کل ابرو موهاش میریزه تا فراگیر میشه. این گفته میشه از استرس. بله، استرس به همه وارد میشه ولی همه موهاشون نمیریزه. به چه کسانی آسیب پذیرن؟ کسانی که سردی روانی بیشتری داشته باشن، سردی بدنی بیشتری داشته باشن. اونایی که سردی بدنی بیشتری داشته باشن، سردی روانی روشون اثر بیشتری داره، موجب ریزش میشه. اینا از اول غذاهای گرم مزاج باید بخورن، بعد یه سری روغن‌های خیلی گرمی رو روی سرشون میمالن که به اصطلاح پاک بشه، که گل اینا میشه روغن کدوی هنزل. که این روغن کدوی هنزل خب که خیلی تلخ و خیلی گرمه. بعد ماساژ سر با برس که حسابی شخ بذاره بس سرش رو، یعنی گردش خون رو خیلی این موجب رویش مو میشه. داشتیم که رویش مو شده از 20 سال پیش کسای مختلفی داشتیم. حالا اینا به تناسب گرمی و سردی بذاره، چون رویش یا زودتر است یا دیرتر، ولی به هر حال